با نام خدا با عرض سلام و احترام به خدمت بیننده‌های عزیز تلویزیون خوب تابان. بیننده‌های عزیز، خوشحالم که باز هفته خوبی فرا رسید که بنده نعیم جانو با تیم همکارا برنامه زنگ طفلی در خدمت شما باشیم. بتونیم این هفته هم گلای لبخند برو لبان شما بنشانیم. میریم، بیشتر انتظار شما نمیگذاریم. بخش اول برنامه رو میبینیم، زود برمیگردیم. سلام این عزیز، شب شما بخیر. امید که جور و صحتمند باشین و از این سرمای زمستان خود محفوظ نگاه بدارین که تا مریض نشین. سوژه این هفته ما درباره ازدواج هست. در کنار یک از هموطنان خود قرار داریم. از اینا میپرسیم که به نظر شما ازدواج هایی که امروز در افغانستان صورت میگیره و بالاخره پیشکش های سنگین و مصارف سنگین انجام میدن، نظر شما چیه؟ خوبه. نظر شما چیه؟ نظر ما واقعا نظر نیکیه. مثلا از که یعنی سنگین، شما بیشتر معلومات دین که مثلا چرا سنگین اشته. مثلا خرج و مصارف زیاده، بالاخره مصرفات زیاده، اسراف میکنن. پیشکش ها مثلا 10 لک 12 لک پیشکش میستونن. عروسیار خیلی بالاخره جلوبلی و کشفشی میگیرن. نمیگه پا خب براره مسای کنیم، میگه به دیگ بشینی سیاه میشی، به ما بشینی شوله میشی. براره مسای کنیم، میگه می نشی رسوا امرنگ جمعیت باش. اصلا چی ربطی دیش بزو؟ خب ما شما همین جلبلیا و همین مصرفا زیادی مثال میزنیم. شما ما امرو مثلا مر میمون میکنیم، امرو چاش میمون منیم. بله. شما اگه بریم به ما مثلا نون جلیبی بیاریم، من بیتر شما خوشحال میشم. یا وقتی که به من کچیری گوشت لند مرغ به خدمت شما عرض کنم، گوشت تازه نوشابه چی فلان گذاشته باشه، بیتر خوشحال نمیشم. ما به اندازه توان خو مگر بره شما چیزی بودم. نه دیگه، نشد. این گپ شما اشتباهه. اگه شما به توان سعی کنیم، میفهمی زندگی خود تباه میکنه. اگه به توان خود سعی کنیم، اشته زندگی خود تباه میکنه. خب شما به توان خود سعی میکنی که زندگی خودی تباه میکنین، که شما به دوست، به قوم، به رفیق، به مصرف، به مجلس نمیکنیم. پاش میشیم. میگه مگرم نون خوری یکه بخوری، خر خورم یکه بار کنی. برارمه اصلا فکر کنم سر از این از هیچ چیوا نمیه که من چی میگم. تشکر از شما. خیر بینیم. سلام خوبی مرا. قربان شما. به نظر شما ازدواج هایی که داخل افغانستان صورت میگیره، به خصوص داخل شهر هرات، چی رقمه؟ ایشته مثلا نفهمیدم مرا. مثلا طرف دختر خور عروس میکنه، 10 لک 15 لک پیشکش میستونه، مصارف زیاده میکنه. به نظر شما کار خوبیه؟ آها از اولاست یاری برار. چی بگم، خداوند خیر بده امی خسور خوشومه. خیلی کمک خوب نیکی برای من کدام. من از اینا امیت رضای اون تا به در خونه خدا. اشته مثلا رزین چیکار کردن برای شما کمک کردن؟ یعنی برار من که اصلا بفهمیم 100 تا باجه دارم. برای از این باجه هم هر کدوم 10 لک 12 لک 8 لک این رقم برای از اینا دختر خود دادم. برای من آدم همیت کمکی کردم، برای من به 6 لک و 60 هزار دادم. همیت رزی و از اینا که هر چی بگیم و بر جایزو باجه خود که من سعی میکنم خیلی برای من خوب کمکی شده. برو یعنی 6 لک و 60 هزار به نظر شما کمه برای شما مراد کردن؟ ها دیگه برو مراد کردم.